القاعده حمله به کنسولگری و کشته شدن سفیر امریکا در بنغازی لیبی را بر عهده گرفت و آن را انتقام از کشته شدن ابو یحیی اللیبی، مرد شماره 2 این گروه تروریستی خواند. به قتل رسیدن ابو یحیی اللیبی توسط هواپیمای بدون سرنشین امریکا در مرز پاکستان شدیدترین ضربه به القاعده پس از مرگ اسامه بن لادن توصیف می شود. اما مقامات لیبیایی عوامل خارجی را به دست داشتن در حمله اخیر به کنسولگری امریکا در بنغازی لیبی دخیل دانسته بودند. به دنبال تشییع پیکر کشته شدگان امریکایی، باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا اما در پیامی چنین گفت: در حالی که سوگواریم باید پیامی روشن و صریح را به جهان اعلام کنیم. کسانی که به مردم ما حمله می کنند، عدالت گریبانشان را رها نخواهد کرد. در تعقیب آنان تردیدی به خود را نداده و هرگز به کسی اجازه نخواهیم داد عزم جزم ایالات متحده امریکا را بلرزاند. کریستوفر استیونز، سفیر امریکا در لیبی، به همراه 3 نفر دیگر در شامگاه سه‌شنبه در حمله‌ای که علیه کنسولگری امریکا در بنغازی صورت گرفت کشته شد.